سلام، به چند خبر تازه و مهم از کانال تماشا خوش آمدید. رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید خروج از افغانستان مطابق خواست من نشد. مارک میلی رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته است که این کشور در جنگ افغانستان شکست خورده بود و عقب نشینی از این کشور هم آنطوری که او میخواست نشد. میلی که در پایان ماه سپتامبر بازنشسته می شود در مصاحبه با شبکه ABC گفته است که آنطوری که من میخواستم تمام نشد، آنطوری که هیچ یک از ما میخواستیم به پایان نرسید. وی سقوط کابل به دست طالبان را عقبگرد و شکست استراتژیک توصیف کرده است. مارک میلی گفته است که این چیزی است که من در ملأ عام به آن شهادت دادم و هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آن را به عنوان یک موفقیت استراتژیک توصیف کنید. با این حال مارک میلی عملیات تخلیه را یک شاهکار لوجستیکی شگفت‌انگیز خوانده است. میلی در این مصاحبه گفته است که آمریکا به معنای وسیع‌تر جنگ شکست خورده است و افزود که ما بیش از 20 سال با طالبان و متحدان آن می جنگیدیم و آنان به دلایل زیادی در کابل غالب شدند که ما امروز فرصت نداریم به آن بپردازیم. و افزود که اما مطمئناً بسیاری از ما از 11 سپتامبر به بعد پشیمانی‌های زیادی را متحمل شدیم. در یک خبر دیگر توماس ویست میگوید حضور داعش در افغانستان نگرانی جدی آمریکا است. با گزارش صدای آمریکا، آقای ویست روز گذشته در یک مرکز پژوهشی در واشنگتن همچنان گفته است که حملات طالبان بر ضد شاخه خراسان داعش مؤثر بوده و توانایی داعش به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. این دیپلمات آمریکایی علاوه کرده است که دست کم 8 رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان کشته شدند و افزود که آمریکا در مورد فعالیت داعش خراسان نگرانی جدی دارد، زیرا این گروه به دنبال انجام حملات در خارج از افغانستان است. و همچنان گفت که تهدید القاعده از افغانستان و پاکستان علیه آمریکا در پایین ترین سطح خود قرار دارد. ویست در عین حال تحریک طالبان پاکستانی را بزرگترین تهدید منطقه خوانده است. این در حالی است که حملات طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته است. انستیتوت مطالعات جنگ و امنیت پاکستان به تازگی گفته است که حملات تروریستی در ماه اگست در این کشور نسبت به ماه قبل آن 83% افزایش یافته است. در گزارش نهاد آمده است که ایالت‌های بلوچستان و خیبر پشتونخوا و مناطق قبایلی در مرز افغانستان بیشتر خشونت را در این ماه متحمل شدند.